در کجا هستی میلیس؟ در کجایی میلیس؟ تسلیم شو. با تو میگویم سلاحت را پرتو. من به این حادثه رابطه ای ندارم. از جنگل آمدم، صدای تیر را شنیدم. برای حمایت خود سلاح را از زمین گرفتم. سلاحت را پرتو و یگان حرکت ناجا نکن. با شما میگویم من به این کار رابطه ای ندارم. برای دیدن رفیقم آمدم. نفری که این آدم ها را کشته است رفیقم را شاید او دزدیده است. گوش کنید، حیات رفیقم در خطر است برادر. نامش میلیس شنلی. در مرکز میفهم. سردار کلتکلس به دام افتید. بله، پلیس او را در جای جنایت با سلاح دستگیر کرد. مثل نقشان منشد حاضر کلتکلس را میبرند. اطاعت سردار. شما اینجا استعداد زیر از مرکز آدم ها اومده تحقیقات میبرند. اون بشرا به این حق داشت. اگر من او را نمیپرانم او تو را میپراند. با دوست داشته من کسی ضرر رسانده نمیتواند. هیچ کس. رفتیم پلیس ها میآیند. حادثه را کسی مشاهده کرد؟ من صدای تیر را شنیدم ولی به اینجا آمدم هیچ کس را ندیدم. مرکز مرد تقریبا 50 ساله در نزد ساحل پرانده شد.
سردار پلیس کالتاکیلاس را دستگیر کرد. اونال چی؟ اونال باشد از دست پلیس ها گریخته است. به شما گفته بودم اونال را ساده نشمارید. کالتاکیلاس را بیارید. اطاعت سردار. خیر سینا تو با خانه رو پگاه در مکتب وا میخوریم مثل که چیزی نشده است رفتار کن. اما سبحان سینا یک آدم افلوس بود مرده رفت دیگر با تو ضرر نمیرساند نترس. اما من با این حالم چه خیل میروم تو رو دستگیر میکنم. سبحان من تو رو از دست دادن نمیخواهم. سنم تمام مرا هیچ کس ندید هیچ چیز رخ نمیدهد پروا نکن تو حاضر با خانه رو لعنتی بشرفی کالتاکیلاس حالم رو ببین حتی از این لونتی به عقل میگریزم. آوردک من شال پاشید نه پارولم سردارم سردارم بیستید مجبورم نکنید که نپارولم. یک لحظه شما راست میگردی تو برای خدا که دست اسکاب بیار که گشته شیدم رفتیم آتش از خفای لند و سوی اونال. پس من بیایید. ماشین رو زود از راه بگیر. جنابی پلیسی این کدر سروسی ما هستی؟ قبلانا بفهم یک تر استاپ کشتم. اما موزید ماشینم وایران شد در 5 دقیقه سوز میکنم. آدم بر این بطو گفته استادم ماشین رو بگیر گفتم. بچه ها شما زود به این کمک کنه. زود باش بطو گفتم. بازیر خریب اومد.
در جوی تویست میپرونم. ایستا از جوی نجو. بله اکه هدف در دست ماست. چی خیلی گپ زده ایستاده؟ شما کی هستید؟ یگان چی گویید آخر؟ این چی گپ هستن؟ میرویم. خانه بین سلاح را گرفته است؟ حاضر. سلاح در همین جا است. تمام. مکانش را از کجا پیدا کرده است؟ نمیدونم جناب. کتی کلاس نبیرتان را به زوری بردن خواسته است. بچه ها مانع او شدند. بعد تیرپرانی شده است. تیرپرانی؟ بله جناب. چند نفری ما را هم پراندند. بعد پلیس آمده کتی کلاس را دستگیر کردند. به میلش چیزی نشده است؟ نه جناب. نبیرتان را به جای مخفی بردند. بی شرف. مثل یک آفت بر بالای عائله من آمده ای بی شرف. شما پروا نکنید. کتی کلاس تا آخری عمرش در محبس پوسیده می رود. درگود میلیس را زود به خانه بیارید. نزدی چشمانم باشد. اطاعت جناب. پروا نکن آقای اکرم. پروا نکن. نبیرتون در جای مخفی است. شما با این طرف، شما باشد با اون طرف. چو شد؟ اونال خوینه ندیده یا که از دست داده؟ حقیقت گفتن چی خیلی؟ او رو ندیده. هم مردک چی خیلی ندیدین؟ من شما رو با اون طرف روان کردم که از پیشت میخفید. مایسی بدن شما اوزو. اگر همون گزبورت هم میخفید یا رودبت بلند میشده. آفرین بر شما. اونال رو از دست داده. 9754 مرکز. 9754 مرکز. احمد شمشه گفتن یادم شبهناک را در جنگل دزدیدند. احمد شمشک رو دوزیدن؟ احمد شمشک رو برای چی میدوزدن؟ همین معلم کی در کنه که میدوزدن؟ یا اینکه وای معلم نیست. البته کلتا کلاس است. این رو میدانستم. گشنایم خیر کنید گشنایم کروکر پرتا رحمتی کلان صدقه ندیم بلا و قولی. کارهایم هیچ خوب نیست بدونی؟ سلام را ترک کرد. اما شمشک کلتا کلاس برام. حضور باشد سردارم اون رو از دست داده. برایم دعا کن برایم. درخم دعا کن بنده خدا. این دوشم چورششمه هم مرده خدا فروش همون طرف تا یک بارم خدا که میگرده میومدن شرطه که ما حوزی با مجاره بریم. گشنایم ای خدا بلا را بسرت بیارد لوینت چورششمه ابله. حالم را بین از پس کلاسی ابله مثل جوکی شدم.
نهایت در آخر شناس میشه، ممتونه؟ شما کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ میلیس رو شما دوست دیدید؟ به همه سوالهای جواب میگیریم. این شه. یا خدایا شما چه خیلی از دست میدیدین احمد چیمشک، یعنی که کلتکیلس رو من نمیفهمم این چه خیلی کار است رفیقا. از اون سیلا ایز انگشتا رو گرفته یا نگرفته؟ کمی بعد جوابش میبره سردارم. خیر اوید کارتون رو کنید، زود باشید. این کارو ببین، هم کلتکیلس رو از دادیم و هم اونالی بدبخت را. سردارم در کجا باشه؟ یک چوب میشه. گوش کلتکیلس. کدام کلتکیلس؟ من احمد چمشکم. اگر به شما کلتکیلس لازم باشد مرا نادرست آورده. با تازه کردن رسم کتفت گذشته را تازه کردن نمیتوانی. ما نه تنها دانسته هایت رو ندانسته هایت را هم میدانیم. برادر دوگانی کت مرد، به پرستار به وای رسیدی. برای ما سیر گفتنی گپی نیست. شما برادر دوگانیکم را از کجا میدانید؟ و همه سوالهای جواب میگیری. حاضر باشد از این مسئله مهمتری هست. در سلاحی که 5 نفر را کشتند ایز انگشتی تو است. پلیس در همه جا تو را کوب دارد. و من بگو از این حالت چخیل برآمده میتوانی؟ این خیل باشد آن آدم ها را شما کشتید میخیلی؟ میلیس را نیست شما دزدیده اید. کلتکیلس بهتران است که غم خودت را بخوری تا آخر عمرت در محبس میمانی. ولی اگر با ما همکاری نمایی کارها تماما دیگر میشود. شما کی هستید؟ چرا با شما همکاری کنم؟ مهم نیست. همین قدرش را میخواهم بدانی که از دست سقراط و از دست پلیسات را من نجات دادم. فراموش نکن. برای ممکنه؟ بیو. سردارم جوابی انالیزه که ایزی انگشت احمد شمشک بود برآمد ولی سیلا تازه بوده است. غیر از این تیرهایی که از درون این سیلا برآمده با تیرهایی که در جسدها هست یخیل نیستند. چی ها میگویی؟ تمام مردم دیدن که در دستی کلتکیلس سلاح بوده است. میخیل نه؟ تو میگویی که سلاح تازه برآمده است. انالیزها. پیشتر وقتی که تو را از دست پلیس میگرفتیم سلاح ها را عوض کردیم و خانه در آمده ایزی انگشتت را گرفته بودیم. با دخالت ما پلیس برای دستگیر کردن تو دلیلی ندارد. البته عینی حال انا این آینده تو رو حل میکنم. خوبترش بگویید. مرا اول بدام افتاندید بعداً نجاتم دادید. فهمیدم شما را جنابان. ما کارهای خور نمی کنیم کلتکیلس. تو را بدام افتانیدند. برای تو را به حبس پرتافتن همه چیز رو فکر کردم. بسیار خوب اما مرا کی بدام افتاد؟ سقراط؟ نه. پس کی؟ اکرم شملی. خب از اونال یگان خبر است؟ متاسفانه نیست سردارم. جستجو داریم. با سرمان بلا شد او را پیدا کنید. باز وای استاد دین را پیدا کرده بیاناتش را گیرید. فهمیدی مرا؟ امر تو رو به جو میارم. خسته نباشید. غیر امکان است. اون نمیکنه. چرا اینقدر حیران شدی؟ مگر این آدم میشه نزده تو رو نپرانده بود؟ تا وقتی که نبیرش در آنجا بود حیات نبیرش را در خطر نمیگذارد. او این خیل آدم نیست اکرم شنلی. این کار را خودش تنها کردن نمیتواند. او تنها نیست. برای کشتن تو با ترگوت گفتن شخص یک جای کار میکنه. یکی از مافیاسای کهنه‌ترین است. خیر همین قدرش کافی است. سر کاری خودمان آییم. کدام کار؟
برای من کار میکنی. برای هیچ کس کار نمیکنم. من تکلیف نمیکنم، وظیفه میدیم. فکر کردی به تو پیشنهاد کردم؟ برای زنده ماندنت امکانیت دادم. دائم این خیل آدمی خیرخواه نیستم. میخواهم آزاد باشی تو. اگر به حبس روی برای تو از مرد ده سنگین تر است. تو خوب میدانی که سلاحی که تو را تا آخر عمرت در محبس میخواباند در دست من است. کالتا کلاس را گسیل کنید. برای قبول کردن این کار کمی احتیاج به فکر کردن دارد. باز بسیار با دقت باش. اونال از دست پلیسا گرفته است. سردارم، ما این آدم رو بیهوده نجات دادیم. نه، قبول میکند. راه دیگری ندارد. سلاح را پنهان کنید. کالتا کلاس برای دزدیدن این همه کارو میکند. فهمم سردارم. سردار، چه خیلی میشود که این خیلی نقشه میکشید؟ اگر فهمند ما رو زنده نمیمانند. خبردار نمیشوند. تورگوت کالتا کلاس رو کشد کار تمام میشود. فکر میکنند که تورگوت برای اکرم شانلی کار میکند. به تشویش باش، کسی از ما شبهه نمیکند. بسیار خوب، ولی تورگوت تو چه اندازه باوریناک است؟ تورگوت آدمی باوریناک است، مستحکم است. برای من شده چشمش را ناپوشیده آدم میکشد. سردار، چخیلی که انتظار بودیم. کالتا کلاس را از دست پلیسا گرفتند. خوب، لقمه را خوردند. مکانی که دختر را برده باز کی میداند؟ غیر از ما هیچ کس نمیداند. تورگوت، تو نزد من بیا. با دقت باش، یگان کس نفهمد. اطاعت سردارم. ملیس در کجاست؟ با دخترم چیکار کردید؟ باید به فرودگاه می اومد. کجا شد ملیس؟ کم گپ زن. چیکار میکنی؟ او نبیره من است. کالتا کلاس مکانی ملیس را پیدا کرده است. چی؟ او را به خانه میارند. داد و فیغان را کمتر کن. بنشین. چای نوش. چای نمی نوشم. کالتا کلاس رو رها کردن سردار. چیکار کنیم؟ تخمین کرده بودم او را استفاده میبرند، کارهای بزرگ میکنند، اما از ما مخفی نمیماند. برای بدام افتاندن کالتا کلاس سراغه و رسم دختر را با او فرستید. کالتا کلاس سراسیمه شده در حال به نزد اجلش می آید. فهمو سردار. آدم به نبیرش این رو چه خیلی روا میبینه. خیر فهمیدیم که مرا کشتن میخواست. حیات میلیس رو چه خیلی به خطر انداخت. نفهمیدم. اکرم وقتی با تو واخوردن فرا رسید. میلیس رفیقه در دست ماست. اگر او رو نجات دادن خواهی با کسی خبر نداده با مکانی ما بیا و پلیس خبر دهی بمب زودتر میترکن. خیر رفتیم.
خوب این خیل باشد همه آماده باشند. بله سردار. با دقت باش ترگود. کالتاکیلاس بزودی نمی میرد. همه آدم ها را با آنجا فرستادم. در اطراف خانه باشد یک چند تا سنایپریست ماندن. نجات یافته نمیتواند. ترگود میدونی چی؟ این کارمون رو باید کسی نفهمد. همه جنایت بر دوش اکرم می شود. در این کار به خطا گراه ندید. کالتاکیلاس رو با اون دختر به دوزخ می فرستیم. سردار چرا به کالتاکیلاس حقیقت رو نگفتید؟ دختر و سقراط و آدمهایش دزدیدند. ترگود برای اکرم نیو برای سقراط کار میکند. کالتاکیلاس همه چیز رو نباید داند. در آنجا یک مافیای خردکه کالتاکیلاس رو انتظار است. اگر خواهید یاریش کنیم سردار. نه، کالتاکیلاس باید این را خودش تنها پس سر کند. در آنجا یک قطار آدمان سلاحدار و سنایپرها است و او تنها از عهده این برآمده نمیتواند. کالتاکیلاس را وظیفه های دشوارتری انتظار است. اگر از عهده این کار نبراید معلوم میشود که در انتخاب ما خطا کردیم. جزای سقراط را حاضر بدهیم سردار یا اینکه نه، بگذار حال هم فکر کند که از هیچ چیز خبردار نیستم. من سقراط را برای من کالتاکیلاس میکشد. اولین وظیفه‌ای که به او میدهم سقراط را از بین برداشتن است. البته اگر بمیرد از آن دام نجات یافتنش غیر امکان بود. تو درباره کالتاکیلاس فکر نکن. از جنگاور یگان خبر هست؟ سردار خیلی وقت می شود که با جنگاور وا نخوردم. امیدواریم هرگز وا نمیخوریم. از کشتی او شده نقشه هایم را سالهاست به تأخیر گذاشتم. شاید وقتی کشتن او رسیده باشد سردار. او را کسی کشته نمیتواند. او تنها با اجلش میمیرد. جنگاور حتما پیدا خواهد شد. اگر مقصدهای مخفی ام را درباره کالتاکیلاس و اونال فهمد میدانی که برای برباد دادن همه کار را میکنه. وقتی زنگ زدنی تو نیست به خدا. سلاسه من در حال تلفنت رو بردار و اگر نه دهن و بینیت رو میشکنم. اگر جواب ندهی در حال به خونه‌ات آمده میکشم تو رو زیاد. در کجا هستی تو؟ زهرا جان چی خیلی هستی جانم؟ میگویم در کجا هستی؟ مگر نگفته بودم که بزن که من در حال جواب ده. چرا جواب نمیدهی؟ من کمی مشغول بودم. مشغول بودی؟ میلیس در برات است مگر جانم؟ کدام میلیس؟ خوب هستی جانم؟ نباشه در کجایی؟ در ماشینم نشستم باید یک جا روم. تو میلیس رو نجات دادن رفته ایستاده. کالتاکیلاس گوش کن. مردی بچه مردی. بچه گفتی؟ میلیس رو نجات دادن میروی. از تو میپرسم زیاد جواب ده. آشنا این دختر از کجا فهمیده باشد؟ جین و پری داشته باشد مگر؟ نه میلیس رو نجات نمیدهم. شوکت رو نجات میدهم. میلیس رو نجات دادن نمیتواند. او رو به آلمان میفرسته. شوکت گفتی؟ و باز قمار بازی کرد؟ با او بگو زیو آمده تکی شبته میکنم او رو. در نصف شب دوست شیمه رو هم میدهد. نپرس جانم. رفیق رو در نصف راه پرتافته نشود فروخته نشود چیکار کنم؟ خیر بعداً با میخوریم. میل جانم. تو بستید. اوف این هم بیزار کرد. میلیس گفته سر را گرنگ میکند. این دختری بیچاره را در کجای حاضر میکشند
یا خدایا میلیس را یاری ده. ҳама ҷояшро гирифт. калтакелас омада истодааст. нишонгири якум омодаам. нишонгири дуюм омодаам. сеюм омода ҳастам. снайперҳо ҷойҳояшонро гирифтанд. вай одам аз инҷо зинда намебарояд. сардор ҷасади калтакеласро мехоҳад. ту ба куҷо нигоҳ дорӣ? ин ки аст боз? гап зан, ту ки ҳастӣ? дастгираш кунед. مرا ببخش میلیس. تو را نجات دادن نتوانستم. متاسفانه. احمد میلیس؟
احمد خوب هستی؟ میدونستم که مرا نجات میدهی. من تو رو نجات ندادم. آدمی نقابدار تو نبودی؟ آدمی نقابدار؟ چخیل کلتکیلاس اومده میلیس را دزدیده است. کلتکیلاس در پلیس محکم نبود مگر؟ اکا از دست پلیس نجات یافته است. مکان نبرت آن را پیدا کرده است. گفتی در جای امن است. جای امنی گفتاد همین است. اینجا چی گپ است؟ من نمیفهمم. اول صدای تیرپرانی رو شنیدم، بعد یک نفر گرفته مرا به بیرون برآورد. آدمی نقابدار. چی گپ است؟ نمیدونم میلیس، من نمیدونم. غیر از این من نمیدونستم که تو را بابایا در اینجا پنهان کرده است، وگرنه نمیگذاشتم تا که کار به این درجه رفته مشکل شود. میلیس کلتکیلاس لعنتی، کلتکیلاس لعنتی. ببین بیازم مانند شدم. بابایم گنده شده است. اکنون من او را نمیشناسم. برای دستگیر کردن تو حیاتی مرا در خطر گذاشت احمد. نه نه جانم، من فکر نمی کنم که حیاتی تو رو در خطر گذاشته باشد. فکر می کنم که بابایت نه دیگر کس است. این کارا دیگر کس کرده است. احمد غیر از بابایم دیگر کی میکند که نمیخواهد که من با تو واخورم؟ به تو نشان میدهم احمد. برای اون که بابایم به تو ضرر نرساند بیا دیگر وا نمیخوریم. عزیزم این کارو به خاطر تو میکنم، به خاطر تو از تو دست میکشم. بابایم اکنون به تو ضرر نمیرساند. میلیس کمی ایست. میلیس آدمی نقابداری که میلیس رو نجات داد کی باشد؟ من کارمون بزیف شد. رفتیم آشنا. لبای زهرا میلیس، خدا را شکر که به تو چیزی نشد. میلیس دختری زیبایم. در کجاست آن به شرف؟ با او دیگر وا نمیخورم بابا. دیگر با او ضرر نرسونید میلش. ها رفت و با او ضرر رسونید، در مقابلتون مرا خواهید دید. من به تو چی گفته بودم؟ باید نام میلیس رو به دهانت نمی گرفتی کو؟ قول داده بودی کو؟ اما من میلیس نگفتم، تو گفته ایستادی. خاموش، وگرنه حاضر تگی پایه میکنم. چی شد؟ این دختر مثل مافیازها گرد. گفتی میلیس رو نیر شفقت رو نجات میدی کو؟ چرا به من دروغ گفتی ها؟ زهرا نگاه کن، وصیت مثل دیدت نیست، کمی آمیخته است. لعنتی، دختر رو مثل دوست داشتهش به خانه اشو میاری. باز شرم نداشته گپ زده ایستادی. لعنتی گفتی؟ زهرا با تو چیزی شده است. زبانت گپ‌های ناجا میگوید. باور کن شیرینیت هم زیاد شده است. اصلا من تو را فرا نزدیک نشه. کنی گپ زن، وضعیتت رو نقل کن. کنی باز یکون دروغ دیگر بگو. زهرا من به تو که گپی دروغ گفته بودم؟ حیات تو پر از دروغ است لعنتی.
تو کی هستی؟ یکی دامولا، یکی کلتکیلاس، یکی زیا هستی، استاد هستی، دوست شیمیلیس، دوست شی زهرا هستی. تو کی هستی ها؟ به خدا زهرا چی گفتنم رو نمیدونم. اصولی گپ زدنت بسیار تغییر یافته است. من اینقدر گپ زدم به معنی صرفم نمیروی، اما به اسلوبی گپ زنی من دقت میدی. زهرا گپ های سخت زده ایستاده ای، بدیل نمیگیرم. بدل گیر. به من چی؟ حالا این برای تو کم است. حاضر همه‌اش رو میگویی، اما مرا گوش کن. مسئله نجات دادن ملیس را نقل نکن. به خدا زور هستی. ببین چه خیلی گپ رو از دهانم کشیده گرفتی. در حقیقت ملیس، حیاتی ملیس در خطر بود. برای همین من مجبور شدم که وعی کنم. خیر. چی؟ تو ملیس را نجات دادی؟ ها؟ تو رو میکشم لعنتی. تو باز ملیس را نجات داده؟ مرد. زهرا تو مرا میکشی. خدا نمیشود، دیگر این خیل نمیشود. استاد یک سوال دارم. چی؟ سوالم رو میپرسم استاد. استاد در بین جنجال زن و شوهر در اومدن جایز است یا نه؟ پسرم چی؟ نه درا انا بین این زن مرا میکشد یاری ده. استاد کمتر خوبتر فهمانه جایز است مگر؟ پسرم جایز است. بینمون در اومدن نجاتم ده. استاد بعضی دوملاها میگویند که دخالت نکن، مگر اینجا موضوع اختلافی است. پسرم چی خیلی اختلاف در این موضوع. همه طرفدارن در اومدن یاری ده، وگرنه میمیرم. یاری ده. خدا از شما راضی باشد استاد، اما این دفعه دخالت نمیکنم. هیچ با کجا میروی؟ چرا از من کسی نجات داده؟ میتوانم باز تو میلیس را نجات است. رهایم کن. سردار، از ترگوت خبر اومد. کلتکلاس همه آدم ها را کشته، دختر رو گرفته رفته است. متاسفانه نقشه همان باز به کار ناومد. تو همین خیلی فکر میکنی؟ دختر رو کلتکلاس نجات نداد. کی نجات داد؟ این کار رو تنها یک نفر کرده میتواند. او دشمنی مافیا است. جنگاور گفتید؟ او کیست؟ بعضی ها نامش رو گرفته میترسند. خیلی بود که از او نشانی نبود. خوب شد که تا این وقت به ما ضرر نرساند. برای کلتکلاس رو از بین بردن حالا هم وقت داریم. تمام دیگر میلیس نمیگویم، قول میدیم کسی نجات دهد دادن گیرد. کار ندارم. انا آدم شدی. به این هم من یک آدمی نیقابدار نجات داده است. آدمی نیقابدار؟ تو مرا مسخره داری مگر ها؟ مرا گوش کن. اگر برای ملیس زاغی سیاه شده باشی من تو را میکشم زاغ. یا خدایا من چی میگویم تو چی میگوی؟ کدام زاغی سیاه؟ یک آدمی نیقابدار میگویم نمیشنوی؟ آدمی نیقابدار. این خوب است ها؟ از این بعد مجبور نیستی که ملیس را نجات دهی. خوب شد بگذار کدام آدم نقابدار که باشد نجات دادن گیرد. بین زیا دیگر در باره ملیسی دوست دیگر یکان گپ نمیزنیم. مدش دوست گفتی؟ بله. تو رو از من دوستید کو؟ به این من. البته به این منی جونت. از این پس دلت رو به هیچ کجا نگذار. به دلی من گذاشته بودی که یادت است؟ به این هم من به تو دل دادم. ما قربانی تو شوام بچه خوشروخی. این چی گپ است؟ بیشتر مرا بوغی کرده کشتن میخواست. حاضر باشد میستی کودکان دوستداری دارد. دختر دیوانه بوده. تو برو تا کش برو بکشی. ممرم شایی. چرا خوش نمیگیری؟ چرا حاضر پیدا شد؟ نمیدانم سردار. چرا دختر را نجات داد و کلتکلاس را از خطر کلان رهایی بخشید؟ سقراط از ما پنهانی نقشه باقلانه شیطانی کرده است. اگر جنگاور نمیشد کلتکلاس میمرد. بین جنگاور و کلتکلاس یگان رابطه باشد. فرض کردیم نقشه مخفی ما رو میداند. پس چرا با جای آن که کلتکلاس رو کشد او را نجات داد؟
چی گپ است؟ واقعا این مرا از برای تو کسی کشته است. کنی بگو کی او را کشت؟ چخیل کشتن او را؟ شما چی ها میگوید؟ حالا من تو را با گپ میدارونم. او را گرفته رفته. رهایم کنید، رهایم کنید، یاری دهید. چی گپ اینجا؟ هی! اینجا چی گپ است؟ از طلبای من شما چی میخواهید؟ تو خودت کی هستی؟ من کی هستم؟ عزرائیلی تو هستم احمق. مرا بین، برای پراندن آدم میگفتی. انا پران این احمق را. پرتو میمون. لاحد را ده گفتم. گوش که حیوان مرا نمک میگن نمک. اما گوش کنید. اگر یک بار دیگر به طلبه های مکتبی من نزدیک میشوید پست میکنم شما را. برده در پشت ماشین پرانید اینها را. پشت را حیوان. یک بار دیگر شما رو در اینجا بینم زنده تا نمیگذارم. پشت را حیوان که پوچت بالا که تیرش پران. خیلی گوی بخی عجاده مرگزه. مرا گوش کنید. اینها رو به یکم کپروک برده پرده. شاید سگ ها میخورن. گب نیست که کنو. دخترم اینها از تو چی میخواهند؟ نمیدونم یکی پیش رو هم رو گرفتن. نترس دخترم نترس. از این پس تو رو کاری کرده نمیتوانم. اگر من صاحبی این مکتب باشم حیاتی همه این کودک ها به من امانت است. همه اشان را نگاهبین بکنم با کمک خدا. تو اکنون به درس دارم. رو دخترم. سینم سبحان چی شد؟ دو سه مرد پیش رو هم رو گرفتن. خوب شد که صاحب مکتب مرا نجات داد. سبحان من بسیار میترسم. کسی تو رو دیده باشه چی؟ سینم مرا هیچ کس ندید فهمیدی؟ من دیشب رفته سلاح رو با بر پرتاختم. بیا با مکتب میره بریم. وقتی که با آنجا رفتم همه آدم ها علکه کشته شده بودن. از جنگل صدای تیر برآمد. من باشم برای محافظت خود سلاح را گرفتم اما کسی را نکشتم. جناب احمد بای شما را خوب میفهمم. اما کنی به من گوید که از دست پلیس ها شما را کی دزدید؟ میدانم همه‌شان نقاب داشتن روی کسی را ندیدم. تمام جناب احمد تمام. در سلاحی که ایزی انگشت شما بود تازه برآمد. به خدا که من هم قریب شما را کرتکیلز گمان کرده بودم. اکاو نلا ندیدی احمدی جون؟ آخرا بار پس شما میگد به همین خطی گم شد. باز این اونلی درد سر هم هست؟ از برای خدا گیرید او را. از پس هم دویده بیزار کرده است من. ما هم قبیدش نتونستیم. چای؟ می نوشم. اکا محمد یک چای دم کن. کبود. بیشرف مرا دستگیر کردن میخواه. تو را من میکشم. قبرت را با دستان خودم میکنم. چونان چخور میکنم که ایست جنابی اونر حالا ایست. بیشرف این دستبند رو از کجا یافتی؟ اگر میخواستم در نزد امنیت دستت را میبستم اما با تو موش و گربه بازی کردن را خواستم. همین خدر.
حالا هم گپ میزند کشاد هستم را. چرا میکشم دیوانه ای؟ کارت را بین حالا هم گپ میزنم. الو امنیت استانبول است؟ فیراری که از پایش هستید اون الازم دید؟ حاضر در سلاکیه قرار دارد. در یک سیمچوبی برق دستانش بسته. حاضر می آید؟ خوب خسته نباشید. پروا نکن آدم هایت کمی پس می آیند. حالا ایستا من تو را. خیر تا بازدید. خدا تو را لعنت کند حیوان. لعنتی بشرف. حالا با تو کارهای میکنم که حتی فکرشون رو نکرده ای. گریز. من امام حقیقی هستم. کسی جلک و سلام رو نمیگیره. بچه ها او رو دستگیر کنید. از مسجد جلکی دامولا رو دوستیدن دوریه. دامولای دیوانه دویدن. ایستا دامولای دیوانه ایستا. چرا برا سر نکنید ها؟ مسجدی من است. چرا مسجدی منو میگیره؟ خاموش برادر. صدایتون نبران. خاموش. مایلش یا شدی دامولای دیوانه. چیز میدم دست. رحمت برادر تشکری زیاد. خدا از تو راضی باد. پناه کردی مرا. برایت دعا میکنم. یک لحظه من تو را شناختم. تو از پشت آن ولای ساختکاری بدبخت از خانم و پلیس میگریختگی کمی سر نیستی مگر؟ برادری بیچاره‌ام، تو هم از پشت او به این حال افتادی. همین خیلی حیاتت محو شد. از وظیفه‌ات ماندی. حیاتی من هم محو شد. معشیتم را کشید و گرفتن. این کم نبود که مرا برده در دیوانه خانه خواباند. تو مرا برده در محبس خواب کن. من راضیم. اما هرگز در بیمارخانه روحی خواب نکن. فهمه؟ آنجا روزگارت سیاه می شود. حاضر من می روم. خدا از تو راضی باشد. خیر برادر برایت دعا می کنم. دامولو ایستید. آن آنجا یک متر است کو. از برای خدا آن را به من دهید. وی بیشرف درد سری من و درد سری شما شده است. آن بیشرف اومده دستم رو اینجا بسته رفت. این را باید کشایم. وظیفه کرجانیتون رو اجرا کنید. یاری هم دهید. نمی شود. چرا؟ اگر حاضر آن را گرفته بد تو دهم دستبند را کشاده از اینجا می روی. تو یک قانون گریز هستی. من به جنایتکار یاری نمی رسانم. بچه ها دامولای دیوانه آنجا است. دستگیرش کنم. می آیم. ماشین دارم. منتظر باش. جماعت ما را منتظر باشه. دامولا با کجا می روید؟ از کجا پیدا شد؟ چیزن دستگیرش کنید. این موتور ایچی زند. آدم هایی که میلیس رو کشتن میخواهند کی باشن؟ بران نیست. بران میخواد کارهای افلاسش را من کنم. این رو فهمیدم. سقراط به شرف. البته وقتی پوشیدن دفتری آن رسید. اما اول آن سلاح را از دست آن آدم ها باید گیرم. سلاح در دست آنها است. سلاح را نگیرم حبس می شود. آنها شوخی نمی کنند. دستم نبرآمد.
یک یک انگشتانت را میشکنم.